سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ من جواد هستم و هستم در خدمتتون با قسمت 29 از راهنمای قدم به قدم بازی نیوه 2. راهنمایی که توش داریم تروفی ها رو توضیح میدیم و به شکلی هست که شما بتونید بازیتون رو پلت کنید و به سمت پلاتینیوم بره. دوستای خوبم، یه سری نکته هست قبل از شروع که گیم پلی بازی بهتون بگم که توی اینستاگرام یه چند نفری به من، یکی دو نفری به من دایرکت داده بودن که آقا چرا تو فلان تروفی رو توضیح ندادی، فلان تروفی رو مثلا تروفی کانترها رو توضیح ندادی، تروفی ظروف چای رو توضیح ندادی. ببینید راجع به تروفی ظروف چای من چندین بار گفتم آخر واکترو حتما بهتون توضیح میدم که به چه شکل، یعنی در واقع کل تروفی ها رو توضیح میدم. راجع به تروفی کانتر ها هم اونم توضیح میدم. باز بذارید واکترو تموم شه من همه تروفی ها رو توضیح میدم، تمام تروفی. یعنی اجازه نمیدم تروفی بمونه که شما نتونید بازیتون رو پلت کنید. من همه رو ریز به ریز توضیح میدم، کما اینکه تو قسمت قبلی توضیح دادم که توی فکر کنم دو قسمت قبلی بود که توضیح دادم که تروفی گرفتن میستک آرت ها یا همون تروفی مهارت سلاح ها رو توضیح دادم که به چه شکل باید کار کنید، که باید برید با سلاح ها فایت بدید و پروفشنسی سلاح رو بالا بیارید. اوکی، تو این قسمت قراره که یه مرحله اصلی رو بریم، یه مرحله‌ای که مرحله بسیار بسیار خفن از نظر من و چالش های زیادی داره، فایت های متناوب زیادی داره و اینکه باس فایتش هم یه باس فایت خیلی خیلی جذاب و جالبه به نظر من که ما مشابهش رو توی نیوه 1 داشتیم. یعنی در واقع نیوه 2 یه جورای کپی نیوه 1 که فقط یه جورای چهره باس فایت‌ها و فایتاشون یه خورده عوض شده، اومدن مثلا برای هر مثلا باس فایت یه کپی، مثلا یه نمونه گذاشتن توی نیوه 2 اما به شکل شمایل و مدل دیگه‌ای. خیلی خوب، بریم که کار ویدیو رو انجام بدیم. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرات خودتون رو در قالب کامنت به ما بدید. بریم سراغ ویدیو که دیگه خیلی دیر شد. خیلی خوب، ما اینجا این مرحله اصلی رو داریم. اینجا بچه با زدن این مرحله اصلی شما میرید به لند بعدی که به نوعی تقریبا لند آخر میشه حسابش کرد و چون یه لند دیگه هم بعد از اون هست ولی خب مراحل خیلی طولانی نداره اونجا. فکر کنم یه دونه مرحله است که یه خورده زمان بره، بقیه‌اش باس فایته. شما با زدن این مرحله میرید به لند بعدی ولی ما برمیگردیم یه 4-5 تا اینجا میشن فرعی اینجا آزاد میشه که باید کارهای اون رو انجام بدیم حتما. اوکی، خب اینجا من یه مهارتامو یه نگاهی بندازم. یه ماجیک دارم، یه نینجوتسو. خب ماجیکمو بذارید. یه ماجیک بود من امروز دیده بودم، ماجیک خیلی جالبی بود. بذارید ببینم پیداش میکنم. اینهاش. خب اینو من فعلا نمیتونم بگیرمش، پیش زمینش اینه. خب این چی بود؟ فایر استاپ. خب بعدش من اینو میگیرم. اوکی، نینجاتسو. برای نینجاتسو بچه دیگه کم کم بیاید شوریکن و اینا رو باز کنید دیگه. اوکی، خیلی خوب، بریم سراغ این مرحله. 6 تا کداما داره، 3 تا دارک رلم داره، هات اسپرینگ داره و لاک آف هیر هم که طبق معمول داره. بریم که ببینیم چه خبره. بچه یه مرحله خیلی خفنه این مرحله. یه جور هم استرسیه، همه جور دشمن توش داریم. Something's not right.
اینایی که همه دارید میبینید، حتی اون یارو رفیقمون که کاساریگاما دستش بود، اینا همشون تو این مرحله باید باشون فایت بدیم. حتی ایشون که یه بار باش فایت دادیم به عنوان باس فایت، تو این مرحله به عنوان ما با عادی باید باش فایت بدیم. بریم جلو. که جوین ما هم شده. همین اول بیاید اینجا. کدامای اول چه خوب این کدام ها همین اول اینجا هستن. خب اینجا آیتمی نیست. اوکی. من چند تا ویتستون بزنم که فامیلیاریتی سلاحمو همینجا بالا بیارم. خب اوکی، یکی دیگه. خب حالت ماکسیموم رسید 780. بریم جلو. آیتم رو کلش بین نشد ایشون. و حالا نوبت شما. اوکی. خب اینجا یه بابایی هست. بذار بیاد این بر بچه. اونا رو ببینید، اونا به قولی صخره‌های آمریتا، ما با اونا کار داریم. میبینید چقدر دشمنای عجیب غریب این دور و بره. یا بیا یا برو دیگه. منتظر گذاشتی منو. آها بشین. آفرین. خیلی خوب، بریم جلو. همین مسیر رو. اینو انگیجش کنید. فقط اینو انگیج کنید، نرید سراغ دشمن دیگه ای. یکی منو دید که نباید میدید. خب این از این. اون قادر سمتم شلیک کنه که 2 تا بلس بخوره حالیش میشه. یکی خورد در واقع. اوکی، یه دونه خورد. بچه مواظب یه انمی هستیم بالا با توپ داره، کنن داره دستش. اونهاش بالای سر منه. خیلی آروم ریز رد شید بیاد این ور. و هیچ این ور کار نشه باشید. بیاد اینجا. ببخشید مشکل برام پیش اومده. خب اینو میبینید. آها همون یاروه. آره خودش همونی که باش قبلا فایت دادیم. میشناسیمش. ما رو هم دیده. خب یعنی هیچ کاری نمیکنه. ماجیکامو بزنم. خیلی خوب. رفتش اونور. از اینگیج در اومد. خیلی آروم. مواظبش باشید بچه ها. بد میزنه ها. ببین منو داره، کار منو داره همینجا یه سره میکنه. اینو مواظب باشید، داره فر میخوره. خب من بافامون همه پرید. اوکی. اوکی. ای کثافت. آها
و اینم از این. کلی هم آیتم دراپ میکنه. یه کاساریگاما دراپ کرد که از این هاست. اوکی. اینجا آیتم صرفا فقط یه باس بود که زدیمش و ما باید اینا رو بزنیم. اینو مواظب باش بچه‌ها، هر وقت میترکه بیاید عقب. یه دقیقه میخواد بترکه. آها دمیج بهتون میده. کارشو ساختم. این از این. بیاد اینجا یه چیزی برای این بندازید. مثلا بذارید یه بار من از اینا براش دراپ کنم ببینم چی بهمون میده. گاردین امیولت. اوکی. بجلو بجلو بجلو. خورد توی اون بازوش که نباید میخورد. اوکی. خیلی خوب. همینو بیاد پایین. آیتم این در فعلا باز نمیشه. ایشون رو کلش رو هدف برید. چی؟ ایشون باید بیاد سمت ما. باشو بیا. اوکی. آفرین. اینم از این ببریم. اینجا هم هیچی نیست. سنسور کداما دارم که اون بالاه. میریم میگیریمش. خب همینو بیاید. بیاید. خب رسیدیم به همون جایی که قبلا بودیم. فقط اون یارو منو نبینه. خیلی آروم باید رد شیم. اون مردی که توپ به دست. اون اگه ببینه داستان میشه. نگرفت. اون ماجیک هم بهش نگرفت. آخ 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 آخ. من فکر کنم منو بزنه اینجا. میزنه احتمالاً. انقدر از اینا بدم میاد. اوکی. ماجیک برام نموند. اینو بردارید. خب بچه ها ببینید اونجا دشمن هست این ور اون ور. خب ولی من میخوام برم این بالا اون یارو رو بزنمش. یه دشمن هم این بغل الان بلند میشه. ایناش اوکی. این اومد. مواظب باشه. خوب زدیمش. اینم از این. خیلی خوب زدیمش. خب این کداما رو همین الان میگیرمش. از اینجا بیان. اینا رو برداریم. این دومیش. خیلی خوب. میخوام کارای این دارکشلمو بکنم چون یه انمی خیلی قوی اون تو. این اول بپایید. آخ نه توی دارکشلم باید بهش اتک بدیم. اوکی.
خب یه مرتیکه بیشوری اون تو هست که خیلی مواظبش باشید، خیلی قویه. شما بیا اول. حالا اون یارو میبینه میاد. به جلو. آها عالی شد. اوکی من صرف اطمینان اینم پر کنم، آنچه آیتم دفاعی دارم مصرف کنم. اوکی مواظب باشید که اومد. بیداغم عالی بود. اینم از سورس دارک، اولین دارک رلم. خیلی خوب چه عالی زدیم ها. این پشتم میخوره شراین، اما فعلا نیاد شراینو، نیفتم پایین. اوکی خیلی خوب. این درم فعلا باز نمیشه، بعدا شورتکاته. از اینجا بیایم. اینا رو مواظب باش، اینا عوضی انا. خیلی عوضی ان اینا. من یادم سر اینا مردم حتی. اوکی اوکی خب بریم بالا. اینجا رو بریم بالا. میخوام برم اون کار این کریستالا رو بکنم. خیلی خوب. این مسیر از اینجا راه داره. خیلی خوب همینو به جلو. مواظب باشید دوباره میتره که میده قبل. میده قبل منم زد لحظه آخری زدمش. اوکی تمام آیتم ها رو برداریم. اوکی اینم از این، اینم از این. خیلی خوب بیاید اینجا، بیایید به اینجا. قبلش بیاید اینجا شورتکات رو وا کنید. اوکی بیاید پایین، یه دونه استراحت، یه لول. بازم اسکیلمون بیارم بالا. اوکی میبینید که انواع انمی اینجا هست. اصل قضیه ایشونه، اما از این ور بیایید. اول اونو نشونه برید. اوکی این از این. خیلی خوب این مردک اینجاست، نمیشه زدش. خیلی خوب آماده باش. بابا تو رو خدا بزنش. باش باش باش
نه مثل اینکه تو حرف آدم حالی نیست. آری کلا آری کلا همراه عزیز. خب اوکی یه دون از اینو بزنیم. بله به این شکل نابود میکنه. خب اونو الان میام میگیرم از این ور. اول بیام اینجا این آیتم رو بگیرم. برو کنار. خیلی خوب بریم پشت. اینم بردارید. خیلی خوب یه داخل یه داستاناییه ها. یه سری داستانا داریم. قبلش بذارید ببینم این کدام‌ها رو میتونم بردارم اینجا. آره بله این هم از این دو تا دارک ریلم زدیم تا الان. خب ایشونو داریم که بسیار بسیار قویه. اوکی بیاریم تو دلش. غلط کردیم. تو برو اول فایت بده. اوکی تمام تقریبا کارش. اوکی یه کدام هم این پشته. شورتکات هم که باز کردیم. یه دونه از اینو بزنیم بر بدن که اینجا میخوره به اینجا. خیلی خوب یه کدام ها این پشتیه رو بگیریم. ایناش ردیف بیاید اینجا این در باز کنید. خب بریم اینجا اول. حالا شما بیا. کاساریگاما داره مواظب باشید قویه. اوکی آیتم. خیلی خوب همین مسیر رو بیاید تا برسید به این در. اوکی الان این ورم باز کردیم. خب یه پاز بدیم دوباره برگردیم. اوکی خب اینو بیاد بالا. اوکی بیاید اینجا ماه رو ببینید. خب بچه اینجا ما باید با یه مینی باس دیگه فایت بدیم که همون یاروی کاساریگاما دستشه. این از این. اوکی بریم چون اومدش. بله زد انداختش پایین. باشه اینطوریه. اوکی اوکی دارک رلم. اوکی
زیاد به عمرش نمونده. هچه هی انیمام هم ازم گرفت. نکشه منو. آها و تمام. بمیر بابا. خب این برمیگرد به همون جای قبلی. خیلی خوب. نظرم اینه که یه سر بیاد بریم شراین بشینیم بعدم بیایم ماجیکامونو پر کنیم. کاساریگامو هم گرفتم. فکر نمی کنم چرا لولش بالا میتونیم برای سول مچ فکری به حالش بکنیم. اوکی اینو بیاید بریم. خب اون پایین هم میریم بچه ها. اون پایین هم میریم. آخ که چقدر اون پایین بده. اینو بیاید تو و میرسید به شراین بعدی. خیلی خوب. خیلی خوب. اینجا هیچ خبری نیست. یه مسیرم اینجاست. این بعدن شورتکات میشه. این مسیره اینجا شورتکات میشه بعدن و خیلی شورتکات خوبی هم میشه. اوکی اینجا هم که نشستیم همه چی اوکیه. بیاد اینو بیاد پایین. بله ایشون اینجا نشسته. یه آیتم هم ما میده حالا باش صحبت میکنیم. آره این آیتمی که داد بچه ها بذار من توضیح در راجبش بهتون بدم. این آیتم هربال رمدی این نقش همین اکسیرهای شما رو داره با این تفاوت که اگه ازش مصرف کنید جون شما رو به صورت کامل پر میکنه. خیلی خوب. نرقول اعظم اومدش. ببین بچه چیکار میکنه این الان. آها دیدید از اینا به سمتتون پرت میکنه و اینکه دمیج اون چنانی نمیده ولی خب بالاخره اذیتتون میکنه دیگه. حالا بمیر بزن به یکی دیگه. آفرین. فقط بیاید بریم پشت. اوکی بریم پشت مشتا. اونجا نرید فعلا. آها اونو زد. خب مواظب باشی بچه. دمیج زیادی نمیده ولی خب بالاخره نسبت به اون چیزی که مثلا به چشم میاد اونقدری دمیج نمیده. حالا من دفاع کردم دمیج این خیلی بیشتره. این عوضی ها شکست اینو. خب یکی دیگه بزنه. اوکی خب آیتم ها اینجا رو جمع کنم. بیاید اینجا سری دوباره بیادیم پشت. به چرخید این دورو بر دمیجه نمیخوره بهتون. اتکه یه بابایی هم اینجا هست. آها تفنگ داره. ای لعنت بهت. خورد بهم بکنم نخورد. شانس داشتم یه خورده. اوکی اینا رو خراب میکنه. یه آیتم هم اونجاست. اینو بزن. خب اینجا خیلی خوب. من باید یه راهی به اون بالا پیدا کنم. خب بریم سراغ این اول. اوکی بذارید من اینجا یه دونه از اینا. دیدیم بچه ها اونقدر دمیج نداد. حالا من چیز باف روم بود.
اوکی. وای داداش چیکار میکنی؟ اک کثافت. اومدم فینیشر بزنم همه دمیجش خورد به این. هیچ غلطی نکردم الان. آقا یه دقیقه کوتاه بیا جان مادره. اوکی اوکی اوکی. در باز شد. بیاید همینو بیاید. هیچ امون نداد من. خب اینو نمیخواد، نیازی نیست چون توسط اون یارو میمیره، توسط این بمب اندازه همش میمیره. خب بیاید اینجا سریع بپرید تو. بیاید سریع این گوشه. اوکی. بیاید عقب. بیاید عقب. این سری بزنیدش دیگه. اوکی. خب اینم هات اسپرینگ داستانه. خیلی خوب. این در رو باز کنید. اون الان میفرسته. بیا چوب کشت منو بکنم. اوکی. بزن اون لامصبتو بزن. اون میو ماجیک لاک. خب الان هم نینجا لاک رو داریم هم اون میو ماجیک لاک. از این گوشه بیاید. خب بچه داره کچل هست که اون یارو رو احضار میکنه. خب بیاید اینجا. خیلی خوب. اینو مواظب باشید. اوکی. آها. یا خدا. اینم از این احمق. خیلی خوب. سریع آیتماشو برداریم. آه زد ها. درجا زد. اوکی. ای بابا کثافت. خیلی خوب. بیایم اینجا. این بخوره افتادم پایین. به موقع جا خالی رو دادم و اوکی. خب ایشونو دریابید. خیلی خوب. حالا که دریافتید خب فعلا در امانیم. اینم اومد تو این هیری بیری. اینم اومد. بیا.
باید عین جسچر خودش رو اجرا کنید. خیلی هم عالی. اوکی، بید بالا آیتم های این یارو رو بردارید. خیلی خوب، بید پایین. ایشون هم با خودتون بیارید چون دارک رلمه. بیا جلو. بچه تو نیویرک و اینا رو یادتونه میزدن وانشات بودیم ها. اوکی، اون میزوکی بود، درست دیدیدش. این هم از این و این هم آخرین داکشل این منطقه، این مرحله در واقع. خب خیلی خوب، نرید سراغ میزوکی فعلا. خیلی خوب، بیاید اینجا. این هم شورتکات قشنگ است که بازش کردیم. اینجا بیاید. اوکی، یه استراحت بریم. شراین عجیبه، یه آیتم اینجا مونده بود. خیلی خوب، جابجاشیم. بریم اینجا. من کداما نمیبینم این دورو بر. اوکی، بذار بریم این نگاه ببینیم چند تا کداما مونده. فکر کنم 2 تا دیگه مونده از این مرحله. یک، دو، سه، 4، 5، 6 و 7. میدونم که آره 2 تا دیگه مونده، چون 5 تا داخل یه مرحله فرعی که به زودی آزادش میکنیم و میریم کارش انجام میدیم. خیلی خوب، اینجا باید بریم. چرا دارم اینوری میام؟ خب آقا میزوکی رو داریم. خیلی خوب، آقای میزوکی اول کند شو، بعدا آرمورت شکسته شه. خیلی خوب، نگیره منو. چیکارش کردم؟ بچه میزوکی هم انمی الیت بود که زدیمش، دیگه نمیادش. خب اینو بیاید. این هم از این. اینو بگیرید. یه دونه شورتکات هم اینجا باز کنید، چون باید بیارزشی هم هست. سمت منطقه اول بازی میره. خب و حالا ما باید بریم اینجا. این بده. خب خوب شد زدمش اینو. خیلی اذیت میکنن اینو بچه ها. میگم عوضیان، واقعا عوضیان ها. این حرکتشون رو بدم میاد. نگیرد بگیرد این کارتون تمامه. و اینم از این. خیلی خوب، یک کدام این دورو بره. اینو بگیرید پایین نیفتید، یه همی میرید. و کدام هم پشت این درخت هست. اوکی، همین مسیر رو برگردیم.
خیلی خوب، اینجا رو کامل بچه‌ها برید یه دور دیگه شراین بشینید. این پیشنهاد منه، حالا میفهمید چرا. یکی به خاطر اینکه لول آپ کنید، دوم به خاطر اینکه الان توی مسیرمون انواع و اقسام انمی یوپای هست و بسیار بسیار هم قوی هن. میزوکی هم دیگه نیستش. خیلی خوب. خب اینجا تو از این سنگای توپ مانند به سمتتون قلط میخورن میان. مردم تا گفتم این کلمه ساده رو بگو برادر من. قلط خودتوش رو اذیت میکنی. ای عوضی، فکر نمیکردم بزنه. اوکی، مواظب این بیشعور باشید. کاساریگاما داره. بله اوکی، خیلی خوب. اینجا از این بالا یه دونه دیگه سنگ میاد. اومدش، بپیشید این ور. خب سنگ اینا بهتون بخوره مردید ها. این سنگ ها بخوره کار تمومه. خب بیاید اینجا اون یارو رو دریابید. یه کانتر. عالی. آیتم. بیام اینجا. کدامای همین بغل بچه ها. الان کاراشو میکنم. اوکی، این مواظب باشید اینجا رو. این الان میفرسته میاد. این عوضی این وسطه. بذارید من اول اینو اینگیجش کنم. خب زدیمش. سعی کنید اینجا باش درگیر نشید. خیلی خب بیاید عقب. اومدش. عوضی. بیاید عقب. بشین بابا، بشین سر جات. خیلی خوب، بیاید اینجا. اینو مواظب باشید نتره که. بیاید آقا، بیاید بزنیدش. خب اینم از این. اسپریت استون ها رو بردارید و اینم آخرین کدام ها. آها صداش اومد. الان قراره با باس فایت بجنگیم. باس کیه؟ همینی که میبینید، همینی که به سمتمون از توپ پاشه لگ میکرد. ببینید نمیتونم بگم باس سختیه، نمیتونم بگم باس راحتیه. خب بذارید قبلش پاز بدم بعد توضیحات کامل رو بهتون بدم. خیلی خوب، ببینید بچه ها، موضوعی که راجع به این باس هست اینه که باس دو تا دست داره که دو تا دستاش با سنگ آمیریتا پر شده. خب شما به هر دستی ضربه بزنید، زمانی که تمام سنگ‌های آمیریتاشو بشکنید این باس استان میشه و شما باید از بازویی که میفته روی زمین بالا برید و به قسمت سرش برسید و بهش یه دمیج به قولی از همین دمیجای چی بهش میگن گرپل بزنید. وقتی این کار رو میکنید باز دوباره دستا شارژ میشه، آمیریتا برمیگردن. همین کار رو تکرار میکنید که زمانی که جون باز کاملا خالی شه. وقتی کامل خالی میشه سرش میفته پایین و شما به سرش ضربه میزنید و در جا میمیره. در این مسیر به سمت شما زیر پاتون هر وقت دیدین دایره قرمز میاد بدونید که میخواد سنگ روی سرتون بباره. مواظب باشید دیگه بالاخره. و با دستش هم هر از گاهی حرکاتی انجام میده. هم میتونه سخت باشه هم میتونه نباشه، بستگی به حرکات شما داره توی بازی. خب من اینجا اینو بزنم.
من دیگه از اون حالت چیزم استفاده نمی کنم، از اون یارو، از این دوتا. حالا از این استفاده می کنم ولی از اون یکی نه. بریم تو. یه سری اتفاقات هم پایان این پارت میفته که شما شاید شوکه بشید. خب اومدش. من با اینا شروع کنم. آها شکستم یه سریشو. آها این الان استان شد، ببینید. خب این الان بازوش میفته، شما میرید بالا، یه ضربه. این از این قسمت. خب بریم سراغ این یکی. زد چه؟ یه دونه زد. اینو مواظب باشید بچه‌ها. خب همچنین تأثیری نداره رد و برق. آتیش خوب بود. بزنید که این سنگا بشکنن. این عقب. خب این الان ببین قرمز شد، الان من میمیرم. شانس آوردم اون یارو رو خورده بودم. وای الان منو میزنه. سنگ میخواد بندازه. سنگا روتون نریزه فقط. خب اینم از این. دوباره بازوش افتاد. بریم بالا و این شکلی یه بار دیگه فکر کنم تاخشل. این عقب. آی چه صافت. بله چیکار کردم. آها بیا پایین و تمام کنید کارو همینجا. خیلی خوب تمام شد. همه چی ردیفه. یه سرکور باس هم برداریم. این از این و خوب زدیمش. شانس آوردیم اون چیزا نکشت ما رو. تو دو مقطع حالا یکی که مردیم اون آیتم رو زده بودیم. آها اینو تنه شوکه کننده شه. دیدین توکجیرو اومد. الان شوک بیشتری بهتون وارد میشه. حالا ببینید خیلی خوب. تمام شد. یعنی ما مردیم. پس توکوجیرو زنده شده. توسط کی زنده شد؟ دیدیم که آخر قسمت اصلی قبلی، دو قسمت قبل دیدیم که توسط اون جادوگره زنده شد. خب بیاید اینجا. ما اینجا الان وارد اینترم شدیم. How
How nice to meet again. I told you, did I not, that I would aid you as long ما اینجا as... الان وارد اینترم شدیم. اسم این منطقه است. اسم این به قولی قسمتیه که تو این کوهستانیه که توش هستیم. من میگم کوهستان قاره. خب یه گاردین اسپریت قراره بگیریم. I was buried in my books when my teacher came to me. He granted me the power to see that which is yet to come. Yet what I witnessed was the death that awaited me. Defying my fate, I waited in that hut. I waited for Hideyoshi, the one I knew could make a stand. I see it in those blue eyes of yours. You have the power to alter fate. خب ما حالا این گاردین رو گرفتیم. We are not the only ones awaiting you. اینجا همون جایی که اول بازی سلاحمون رو انتخاب کردیم، کار از مراحل آموزشی رو گذروندیم. این بانوی اونجاست که باید بریم باهاش صحبت کنیم. خب این هم گاردینی که گرفتیم. بیاید اینجا. یه سری صحبت هاست که باید انجام بدیم. All own them. حالا رد میکنم صرفا. Have you made up? It must be a خب اینجا فعلا بذارید من تمام کوستاشو برم بعد اونم میزنم. lay. But it the way. خیلی خوب اینو میزنیم Thank و you از so اینترم much. خارج میشیم. I know برگردیم what ما you اصلی must رفتیم do. ریجن بعدی، It's not easy. ولی باید برگردیم ببینیم چه خبر شده. انبوهی از مراحل فرعی یهو باز میشن. خب این لند جدیده بچه. خب هم اسپریتشو به ما داد، هم اسپریت سول کورشو. خب گاردین اسپریت هم گرفتیم. ریژنش جدید برای ما باز شد و یه میشن در دوجو برای ما باز شده. میشن دوجو اینه. بچه باید با این فایت بدید. فایتش هم سخته، یعنی همین الان بهتون بگم. خب بخشو دارم میرم یه فایتی باش میدم. فعلا برگردیم لند قبلی توایلایت. بله میبینید چه خبر. البته اینو قفلم فعلا، الان من قفلاشون رو باز میکنم. بهتون میگم توی قسمت بعدی که چجوری باید قفلاشون رو باز کنید. خب ببینید اینجا ما یک مرحله فرعی داریم، اینجا یکی داریم، اینجا یکی دیگه داریم، اینجا یکی داریم که باز شده. بعد بذارید من ببینیم کدوم مراحل. خب اینو مرحله هست که کدامو داره توش. خب 5 تا کدامو داره. خب من تو قسمت بعدی کارا اینا رو میکنم، بهتون میگم چجوری قفل این مراحل باز کنید. نوشته قشنگ باید چیکار کنید اینجا. خب که قفلشون باز بشه. ببین مثلا برای باز کردن این مرحله شما باید حتما این مرحله رو برید. خب برای این مرحله شما باید برید ظروف چای رو تست کنید. بریم ما یک تست ظروف چای داشته باشیم. اول شما بیاید اینجا، بیاید توی قسمت هیدنتی ها، نه هیدنتی هاوس اینجا نه، فعلا نه. بیاید توی قسمت هوت و
فکر کنم اینجا بود یا ریمودل هوت بود. فکر کنم اینجاست. آره اینجا. بیاید اینجا و داخل قفسه‌تون به من یه سری چای رو انتخاب میکنم. ظروف چای اینجا ندارم. خب بذارید برم اول یه حرکتی تو این هیدن تی هاوس بزنم. خب یه دونه. خب اینجا باش صحبت میکنم. خب این ظروف چای رو ما داریم. اوکی. خب ببینید اینجا این مرحله باز شد. ظروف چای، اون ظرف چای رو ازش گرفتیم 10 تا ظرف چای رو و اینجا باز شد این مرحله. خب حالا یکی از پیش نیازهای باز کردن این مرحله اینجاست. شما باید به قول این مرحله رو بزنید. خب این مرحله اسمش چیه؟ اسکاترت فرگمنت. این رو بزنید که مثلا این مرحله باز بشه و داخل این مرحله یه دونه کوست هست که باید انجام بدید که این مرحله باز شه. برای باز کردن این مرحله هم یه دونه، حالا من براتون الان متوجهش نیستم حقیقتش، نگاه میکنم بهتون میگم چی هست، چی کار باید بکنیم که این قفل این مرحله هم باز کنیم. اوکی. یه دونه از این قرمز اینجا من لرزید دست، اون شوک دسته من اینجاست. وارپت جوبون. اوکی. خب بریم وقت بذاریم من چقدر وقت داریم. خب یه 7-8 دقیقه وقت داریم. بیایم اینجا ببینیم آیا سلاح بهتری دریافت شده. عجب توپیه اینی که. خب کاساریگامای بهتر اینه، ولی خب همچین دلم نمیخواد ازش استفاده کنم. خب اینجا از این بهترم که نگرفتیم. بچه یه شمشیره، میگم توپ، اشتباهی بچه من گفتم توپ. خب اوکی. ببینیم تفنگ چی گرفتیم. اینجا هیچی. کمان بهتر دارم. خب یه کمان خوب گرفتیم. اوکی. این کلاهمون چی داره؟ کی و نیجوتسو پاور. با این میتونم عوضش کنم. من ترجیح میدم هم بمونه، افکت های اون بهتره. اوکی. 270 هم باید باز کنیم بچه ها، باید چیزاشو باید باز کنیم. این استرینگس 15 میخواد، کارشو باید بکنیم. خیلی خوب. اکثرا ما نمیتونیم اکثرشون رو بگیریم. اینجا هیچ. خب این دوری زدیم اینا رو، این هم نگاهی بندازم. خب اینجا این دوتا هم که خوبه فعلا، همینا رو داریم. اینجا چی؟ شیفتینگ. این اوکیه. سامورای. چرا FPS دراپ دارم اینجا؟ خب اینو بگیریم. خب بیایم تو نینجاتسو. قرار شد شوریکنامون آزاد کنیم بچه ها دیگه. خب شوریکن کونای. خب من کونای هم میگیرم. مهارت های باحال است. خب این هم از این.
بیایم توی این قسمت. خب عزیز، سلام. اگر اینجا بذارم شما چی دارید به بنده اهدا کنید؟ اینا همه لولشو میارن بالا، ولی خب هزینه هم زیاد میگیرن دیگه. این دیگه خیلی قویش میکنه. اوکی. خب بذار من بیام اینجا. صدا خودم کو. خب ببینم چیز بهتری هست من با اینا جایگزین کنم. نه. خب اوکی. Come by. اوکی. من اینم بهتون میگم چجوری باز کنید این یکی رم. خیلی خب. همین کارشو کردیم. بذارید من پاز اینو بزنم. خیلی خب بچه‌ها، این قسمت هم تمام شد. یه مرحله اصلی رو زدیم. تقریبا فکر کنم توش نمردیم تو این مرحله و تونستیم یه ضرب مرحله رو بریم. مرحله سختی هم بود بچه‌ها و چالش زیاد داشت، مثل اون انیمیایی که کاساریگاما داشتن، اون یوکایی که توپ دستشون بود و اون یارو که از اون بالا دم به دقیقه به سمت ما شلیک میکرد. در کل تونستیم مرحله رو خیلی خوب بریم. باس فایتش رو خیلی خوب زدیم. باس فایت سختی نبود. مرحله به تبع انیمیای داخل مرحله خیلی سخت‌تر بودن نسبت به خود باسه. فقط خورده این ور اون ور داشت. کداماشو گرفتیم، چند تا مرحله فرعی باز کردیم و باز کردن اون دو تا مرحله فرعی بود، البته یکیشون که یه خورده داستان داشت، اونو میگم باید چجوری بازش کنید و کاراشو انجام بدید که این مرحله ها رو هم به قولی کاراشو انجام بدید و تمومش کنید که بتونید برای تروفی آخرتون که میشه تروفی تمام مراحل کاراشون رو ردیف کنید. گاردین اسپریت ها رو همه باید جمع کنیم. توی مرحله گاردین هم گرفتیم. من حالا چند تا تروفی رو توضیح بدم تو این 20 ثانیه آخر. شما یکی از تروفیاتون اینه که کل گاردین اسپریت ها رو بگیرید و لازمش اینه که شما تمام مراحل فرعی رو برید، چون داخل یه سری از مراحل فرعی گاردین اسپریت هست. کما اینکه یه مرحله ما داشتیم عقب‌تر که نوشته بود شما باید پروفشنسی 2 تا شمشیر رو بگیرید که زمانی که شما پروفشنسیش رو بگیرید و اون مرحله فرعی رو بزنید اونجا یه گاردین به شما داده میشه. اوکی؟ پس دیگه کاری نداریم تا قسمت بعدی. لایک و کامنت حسابیاتون نره. ویدیوهای ما رو لایک کنید، کامنت بذارید و نظرات خودتون رو به ما بگید راجع به ویدیوها چی هست و اینکه خیلی دوستتون دارم. تا قسمت بعدی، بدرود.